بدون کات، بدون اصلا ادیت، بدون میکروفونم گوشی و در آوردم گذاشتم میخوام ویدیو یوتیوب بگیرم. یعنی واقعا فکر کنم یوتیوب من یه جور داستانش انگار واقعا طلسم شده، معلوم نیست چه نحسی توشه، چه داستانی توشه. 1000 تا کانال یوتیوب کار کردم، 1000 تا کانال یوتیوب را انداختم برای بقیه، نمیدونم این همه رفیق یوتیوبر دارم، چم خمشو بلدم. من یه زمان یوتیوب تدریس میکردم، یعنی بودن افرادی که پول میدادن میومدن یاد بگیرن چجوری یوتیوب کار کنن. بعد من الان خودم اینجوری کانالم خوابیده، انقدر خودم رو درگیر حاشیه‌های دیگه کردم، در حالی که اگر یوتیوبری رو از همون اول که شروع میکردم جدی میگرفتم، مثلا خیلی برام خفن‌تر احساس میکنم پیش میرفت تا الان. ولی همیشه درگیر ایده بودم. ایده چی باشه آقا؟ چی مخاطب رو جذب میکنه؟ چه چیزی مخاطب؟ گیم، فانه، نمیدونم ریاکت، نمیدونم هر چیه. ما هر جا رو نگاه میکنیم، من خیلی یوتیوب رو خیلی بررسی کردم، به خدا الان نگاه کن من از قصد اومدم با این لباس نشستم اینجا. خب من الان به خاطر اینکه تو اینستاگرام تبلیغ فیلتر شکن کردم، یه استوری تبلیغاتی گذاشتم، حساب بانکی منو مسدود کردن به خاطر پول تبلیغاتی که اومده تو حسابم. خب و ما هم رفتیم اونجا اینو گفتم و مثل اینکه چیز قانونی و واقعی هست و من اشتباه کردم و هنوزم حسابم باز نشده. یوتیوب هم که غیر قانونیه، یعنی غیر قانونی نیست، یعنی اینکه فیلتر اصلا نمیشه کاری. کلا اصلا مدیا یه جور عجیب غریبیه. آدم میمونه چیکار کنه؟ آدم میره نگاه میکنه ببینه مثلا نفرای اول کیان، میبینی مثلا نفر اول پولیا پوتک، نمیدونم پولیا ببخشید به خدا خیلی چیز بود، مثلا نفر اول پولیا پوتک پولدار، اینجوری کامنتاشو میخونی یه چیزایی میبینی. آریا کیوکسر، میا، نمیدونم هر کیو یکی چسبیده هنوز داره میزنه زن، زندگی، آزادی، یکی نمیدونم هنوز دعوا داره که کی مرده کی زنده است. هیچ که هوای همدیگر اصلا کلا تعطیل کردیم رفته. همه فقط دنبال اینن که پول بگیرن، همه یا پکیج میفروشن یا یوتیوبر میشن یا یه چیزی شروع میکنن به فروختن، یا مغازه میزنن یا بوتیک میزنن یا کافه میزنن یا یه چیزی ابداع میکنن برای فروش که مثلا احساس میکنم فروش درستی نیست. نمیدونم حالا منظورم متوجه میشید یا نه، ولی به خدا من دوست دارم اگر تو یوتیوبم محتوا میذارم محتوای جذابی بذارم. یوتیوب رو لقبش اینه که بزرگترین دانشگاه یادگیری دنیاه. بزرگترین دانشگاه یادگیری دنیا. من چه چیزی برای عرضه دارم؟ 1000 بار بالا پایین کردم و به این نتیجه رسیدم که من نه واقعا توی یوتیوب توی کمدی با کسی میتونم رقابت کنم، نه توی ریاکت، نه توی گیم، نه توی خیلی چیزهای دیگه نمیتونم رقابت کنم. ولی داستان نویس و گوینده و حرف بزن خوبی هستم، یعنی خوب میتونم 10 دقیقه ویدیو رو فل بدار پر کنم. همین الان واقعا که این ویدیو رو دارم میگیرم بذارم بالا، اصلا نمیدونم، شایدم بعد فیدبک بده، شایدم دارم اشتباه میکنم. من خیلی از همه میپرسم آقا ویدیو یوتیوب چی بگیرم؟ ایده دارید مثلا این حد و مرزا رو دارم، این فلانا رو دارم. الان یکی به من گفت همینجوری دوربین باز کن بذار جلو، شروع کن راجع به موضوعی صحبت کن. الان خب مثلا میخوام ببینم فیدبک چجوریه، بدون ادیت بدون هیچی بذارم بالا ببینم اصلا چند مرده حلاجیم چجوری. بله من صحبتم اینه، میگم فیلتر شکن تبلیغ کردم تو اینستاگرام، یه جوون 20 ساله هستم، محلمون رو میبینید دیگه مشخصه، حالا با چیزایی که رد میشه، صداهایی که میبینه، ماشینمون مشخصه چیه، مشخصه که بچه پولدار نیستیم، میدونی، مشخصه که یه ددیه چیز نیست. حقیقتا ماشینم مامان منتظری که بیاد ببره، ماشینم برای من نیست. من به خاطر تبلیغ فیلتر شکن حسابم مسدود شده بود، رفته بودم کارهای بانکی و کارهای اداریمون رو انجام بدم. بعد جالب اینجاست که کل تلگرام و اینستاگرام و ایتا و اینور اونور از من درخواست میشه، از یه جاهایی درخواست دارن میکنن که آقا تو فضای رسانه مانور بدید روی این موضوع، روی فضای رسانه مانور بدید. رئیس جمهور پیج اینستاگرام داره، نمیدونم به ما استوری اجباری میدم، میگم بذارید، نمیدونم
حالا مثلا استوری اجباری میدم بذارید که میگم خب این حرفیه که شما اگه اینجوری بگم شما متوجه میشید. نه کسی نمیاد زور کنه به ما بگه اینو باید بذاری، نه نمیگه. هیچ وقت حالا هیچ جا نیومدن حقیقتا به من بگن تو باید این استوری رو بذاری. ولی هر جایی یه قانونی داره. منم یه بچه تنها هم، نمیخوام برای خانوادم دردسر درست کنم، نمیخوام برای کسی دردسر درست کنم. خیلی ها اومدن به خاطر حالا مثلا ویدیو، به خاطر شرایط جامعه یا هر چیز دیگه دردسر درست کردن. خیلی از دوستامو گرفتن، خیلی از همکارامون مدت ها ممنوع کار بودن، مدت ها به خاطر اینکه قانون رو نقض کردن. آقا منم قانون رو رفتم یک بار پلیس فتا، اولین باری که رفتم قانون گذاشتن جلوی من، گفتن آقا قوانین فعالیت در فضای مجازی اینه و من امضا زدم و خارج از اون عمل نمی کنم. آقا نه چیریکم، نه مبارز سیاسی هم، نه سیاست خوشم میاد، نه دوست دارم آدم اجتماعی خون باشم، نه دوست دارم تو مسائل روانشناسم، نه جامعه شناسم، نه سیاست شناسم، نه نه اختلاس شناسم، نه اقتصاد شناسم. هیچ کدوم اینا نیستم. من یه جوونم، میخوام یوتیوب کار کنم، میخوام همینجوری یه کانالی داشته باشم، یه چیزایی که فکر کنم ببین خیلی دوست دارن که جای من بوده باشن یه سری جاها. خب ببین مثلا هشتگ مدیا موقعی که تأسیس شد و موقعی که کمپینا تو اینستاگرام برگزار میشد دیگه چقدر ترکونده بود دیگه. ما با همه کار کردیم. من با منوچهر هادی کار کردم، با نمیدونم کی کار کردم، با کی سریال مثلا زنگ آخر بازی کردم، نمیدونم کلی کلیپ تو یوتیوب داشتم. انقدر از یوتیوب پول در آوردم خودم مثلا از اول تا آخر، یا از مثلا یعنی چیزایی از دستم برمی اومده دیگه. ولی خب ببین وقتی یه استعدادی دارم، یه چیزی از دستم برمیاد، یه کارایی کردم و دارم یه جای زندگی میکنم، خانواده‌ام هستن، خودم هستم، دنبال دردسر نیستم، هیچ وقت برخلاف قوانین چیزی رو نمیذارم. نه این ویدیو رو هم به جون مادرم، به همین قرآن مادرم که اینجا هستش قسم دارم میخورم که نه کسی به من گفته بذار، نه جایی به من گفته بذار. این حجم از فحشی که به من داده میشه که آقا مثلا چرا آقا من به قانون پایبندم، میدونی چرا آقا مگه ادعاتون نمیشه که باید همش اعتراض کنیم، باید همش نمیدونم سیاسی بذاریم، باید همش چیز بذاریم، این همه گذاشتیم تا الان نتیجهش این بوده که کلی آدم بمیرن. من جز این چیزی ندیدم دیگه، جز این یا هر کی گذاشته یا گرفتنش یا چه نیروی امنیتی بوده مرده یا مردم عادی بوده من مرده است منظورم. نمیگم شهید، نمیگم کشته شده، نمیگم اغتشاش، نمیگم اعتراض، من میگم جون انسان گرفته شده. این چند وقت پیش که این داستانا پیش اومد. خب اصلا ببین چرا آخه دنبال چیم واقعا؟ آخه مگه ما هممون باید اقتصاددان باشیم؟ من یعنی باید همیشه بیام راجع به اقتصاد نظر بدم، من باید بیام راجع به همه مسائل سیاسی نظر بدم؟ من اگه مثلا یه کاری باشه که مثلا ربط داره به سیاست انجام بدم، کسب درآمد کنم برای خودم، از ظرفیت‌های کشورم استفاده کنم، پول در بیارم، مثلا کار اشتباهی دارم میکنم مگه؟ آقا من چجوری بهتون بگم؟ همین این خونه‌ای که ببین نگاه کن، نمیدونم حالا درست میفته یا نه، حالا این نه این ساختمون، این تابلو آبیه کجا؟ اینجا من دقیق اینجا چون برعکس بگم، این تابلو اسم ساختمون بغلی ساختمون ماست. خب این ساختمون بهاره، این ساختمون وحیده. اینجا رو من کلاس سوم ابتدایی بودم، اون موقع با بیل و اینا ویدیو میذاشتم تو اینستاگرام. بابام خرید 18 میلیون تومان، 18 میلیون تومان خرید. الان بغضم یه لحظه گرفت، فکر کنم متوجه شدید. ولی الان 18 میلیون تومان چی میدن؟ من کار ندارم، شغل ندارم، دانشگاه نتونستم برم، معدل دیپلمم 10 شد چون سیستم نظام آموزشی رو قبول ندارم حقیقتا.
ببین تو این سیستم نظام آموزشی من 12 سال پشت میزای مدرسه درس خوندم دیگه. هیچ جا مدیریت مالی بهم یاد ندادن، هیچ جا کنترل خشم بهم یاد ندادن، هیچ جا کنترل احساسات بهم یاد ندادن، گول نخوردن رو یاد ندادن، یه سری چیزای کلیشه‌ای یاد دادن. من احساس کردم که 12 سال وقتمو تلف کردم، چون مثلا اومدم 1-2 سال وقتم گذاشتم آموزش‌های مجازی دیدم و دیدم کلی دارم درآمد کسب میکنم. گفتم دیوونم برم دوباره عمرمو تباه کنم؟ نه دانشگاه رفتم، نه کاری کردم، گذاشتم تو مجازی، خوبم در آوردم. ولی خب نمیدونم واقعا داستان از چه قراره، چه جوریه، چی میشه. من به خدا نیستم آقا، من نه سیاسی هم، نه دوست دارم سیاسی باشم، نه برام مهمه که کی چی کار کرده، نه برام مهمه که کی کجا رو زده، نه به جای وصلم، نه به جای دوست دارم وصل باشم، نه نمیدونم به خدا. من دارم میگم آقا من در 80 من اعتراض کنم، حالا اعتراضی بگم، اعتراضی تر از این آقا اینو اگر کسی قشنگتر از این تونست اعتراض کنه بیاد اعتراض کنه. این خب این ساختمونی که میبینید، من الان متولد 1381 اردیبهشت ماه 18 هستم. خب الان امروز چندمه؟ من یه ویدیو خیلی دارک میخوام یعنی بسازم واسه اینکه این همه دنبال حجمه و نمیدونم فوش خوردن و فلان و اینا میفته رو ما. بذار آقا یه بارم ما جواب بدیم دیگه، بذار واقعیت رو جواب بدیم، بگیم چی. الان اگر دوربین فوکوس بکشه که انشالله میکشه، آره سیب درختی هم کیلو 10 تومن اونجا. دوشنبه 24 مهر 1402 23 اکتبر 2016 روز ملی پارالمپیک، روز پیوند اولیا و مربیان، سال روز واقعه به آتش کشیدن مسجد جامع کرمان به دست دژخیمان رژیم پهلوی 1357 هشه. ببین اینا تاریخه. حالا شما بیا بگو که نمیدونم فلانی مرده، فلانی زنده است، فلانی خدا به خاطر اینکه فلانی مرده بریم انتقام بگیریم، برگردیم بگیم آقا فلانی که مردی کاش تو باشی. ببین این اصلا با عقل من جور در نمیاد، اصلا نمیپذیرم. ببین واقعا نخوام واقعا توی فضای، ببین خیلی رک دارم میگم، من نخوام آقا توی فضای مجازی فعالیت کنم، توی یوتیوب، توی اینستاگرام، فعالیتی که دوست دارم رو بکنم. اصلا سیاست برام مهم نباشه، اصلا نه حزبی، نه جناحی، نه هیچی. قانون کشوری که یه آدمم، یک انسانم که دارم توی کشوری زندگی میکنم که یک سری چارچوب و قوانین داره. خب نسبت به اون چارچوب و قوانین کار کنم، پول در بیارم، زندگی کنم. چون زندگی ترسناکه. دارکتر از این بگم، تاریخو نشون دادم. به خاطر چی؟ چون خود من 2 سال دیپلم گرفتم، 2 سال از دیپلم گرفتنم گذشته، بیکارم هنوز. خب همین این خونه دقیقا این ساختمون بغلیش میشه خونه ما. اینجا رو بابام خرید 18 میلیون تومن. خرید 18 میلیون تومن. من یادمه کلاس دوم ابتدایی تمام شده بود، داشتم میرفتم سوم. الان من با 18 میلیون تومن نمیتونم گوشی که دارم باش الان فیلم میگیرم و بگیرم. یه سامسونگ که میان رده میگن چی میگن 18 میلیون تومن 19 تومنه، در حالی که من اینو یادمه. من 20 ساله، من در 80 نسل سوخته منم. در 60 کجاش سوخته؟ در 60 کجا ادعا دارن که سوختید؟ چی شده؟ چی سوختید شما؟ کجا سوختید؟ من در 80 سوختم. من 20 سالمه همچین تورمی و یادمه، جلو چشمه دارم میگم. دیگه از این گنده تر، از این بدتر چی بگم؟ الان خودم مایی دارم 19 میلیون از یه جا حقوق میگیرم، کم آوردم. ولی این خونه رو بابام خریده 18 میلیون. من اینو یادمه. من هم سن بابام بشم قراره چه اتفاقی بیفته. بعد تو دنبال اینی که کی بالاه، کی پایینه، کی عکس کیو میذاره، کی تبلیغ سیاسی میکنه، کی وصله، کی وصل نیست، کی داره چیکار میکنه، کی نمیدونم یقه آخوندی میپوشه، کی عکس فلانیو میذاره، کی نمیذاره. آقا ول کن بابا، به خدا اصلا انقدر من ذهنم درگیر اینه که قرار آیندم چی باشه، نمیدونم قرار سربازیم چی باشه، قرار شغلم چی باشه. آقا من مثلا 60 سالم شدم، قراره همینجوری باشه، سرمایه جمع کردم چیزی نه، یهو فیلتر شد، یهو اصلا دست من بود مگه؟ من
خونه نشسته بودم یادم یه خبر اومد بالا اینستاگرام فیلتر شد، کارت رفت. نه من اونجا بودم، نه من اون آدما رو میشناختم، نه اصلا دوست داشتم اون اتفاق بیفته، نه کسی دوست داشته اون اتفاق بیفته، نه دست من بوده، نه به من ربط داشته، هیچی. ولی زندگی من رو نابود کرده، شغل من، کار من، کاسبی من، همه چی من رو نابود کرده. این همه داستان درست کرده. یه ویدیو خیلی دلی گفتن بچه ها پر کن بذار تو یوتیوب، همینجوری صحبت کن، درد دل کن. گفتنم 2-3 پارت بگیر بذار و به پیشنهاد یکی از دوستان بوده، حالا خواستم ببینم اگه جواب بده صحبت کنیم. بعضی وقتا همینجوری تبادل نظر کنم، نظرهای دهه 80 که تو فضای مجازی توی کشوری مثل ایران داره فعالیت میکنه. یک انسانه داره حرف میزنه مثل بقیه شما، نه دشمنتونم، نه بهتون دارم ضرر میزنم، نه ازتون چیزی میخوام، نه چیزی رو میخوام بهتون بقبولونم. نه آقا همین الان بزن بلاک کن اصلا. من نمیگم لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بذارید، نه، فقط دارم نظرمو میگم آقا یه دقیقه فکر کن، همینه، یه دقیقه فکر کن چیزی که من دارم میگم درسته واقعا. تو داری اشتباه میکنی به من فوش مادر میدی. مادر منم یه مادری دقیقاً مثل مادر تو، منم توی یه شرایطی دارم زندگی میکنم دقیقاً مثل تو. به خودم قول داده بودم بالای 10 دقیقه نشه، ولی چون درد دلی شد 16 دقیقه دیگه شد دیگه. ببخشید دیگه، ببخشید، خیلی عذر میخوام. مرسی که این ویدیو رو لایک کردید. حالا واقعا لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. میخوایم تحلیل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی داشته باشیم این به بعد، چون من راجع به اینا خیلی فوش خوردم و میخوام چیزایی که به نظر من درست بوده تو پیجم، من هرچی گذاشتم آقا تو پیجم گذاشتم و به خاطرش چهرم منفور شده، به نظر خودم درست بوده. میخوام بیام یکی یکی دفاع کنم، صحبت کنم اینجا تو یوتیوب، قضاوت کنم، هم ببینیم چی به چی. یا علی، خدا نگهدار.